leen wax ngeen di partager vidéo yi te ñi abonné wul di abonné te ñi partager seen bi tamit. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ. به نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ. به نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ. به نام خداوند مردان دین، ز شک رسته مردان اهل یقین. به نام گلان محمد نژاد، که شد خشمشان قبطه گردباد. علی سولطانی که در خون شدند، به یک نعره از خویش بیرون شدند. سحرگاه اعزام یادش به خیر، و گردان گمنام یادش به خیر. لباسی که خاکیتر از خاک بود، ولی چون دل عاشقان پاک بود. اگر نیستم هر دم در فکرشان، رها نیستم یک دم از ذکرشان. من و جنگ یاران دیرینه ایم، گذر کرده از 8 وادی خطر. من و یاد یاران که سر باختند، ولی بر ستم گردن افراختند. بینندگان عزیز و ارجمند، همینک رژه دلاور مردان قهرمان و با صلابت ارتش جمهوری اسلامی ایران را به زیبایی، با اقتدار، با شرافت از مقابل جایگاه مشاهده می‌فرماییم. سکان اجرا را به برادر عزیز و ارجمندم جناب سرهنگ خادمیان، همرزم قهرمانم از ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌سپارم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولای منتظر، ای ناگهان تر از همه اتفاقها، پایان خوب قصه تلخ فراقها. در این پگاه امیدوار، قصیده بلند انتظار فرج به بیتی رسیده است که واژگانش حروف حریتند و در آذرستان سرخ جانشان خون غزل‌ها بی سری می‌دود که در دیوان 8 بهار تو امان. خضر نبی قدحگیر آبروی قطعه بودن آنهاست. ما عاشقان ازشان دل آشوراییم که جز به چشم سان دیدار حسین علیه السلام سیراب نخواهیم شد. در نهیب آتش طوفان شعله براندازیم و در آسمان شب برق ظلمت شکافیم. درخت ایمان و استقلال را به خون می‌پروریم، بر تن بدخواه کجندیش لباس عجز و ندامت می‌پوشیم. در این قبیله نخل تناور همیشه هست، مقداد هست، مالک اشتر همیشه هست. اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند. سلمان نمرده است، ابازر همیشه هست. صف بستند ارتشیانت به اقتدار، یعنی برای پیش کشد سر همیشه هست. بینندگان ارجمند، همینک
شاهد رژه مردان غیرتمندی هستیم که در تقابل گلو و گلوله داغ ترس از مرگ را بر جان گلوله گذاشتند. برای شیر بچه های حیدر که در هیئت‌های عزای امام حسین دست رد زدن به سینه امان نامه‌ها را آموختند. چه عزتی بالاتر از این که در جامعه دفاع از این سرزمین سرافراز از سوره سرخ کربلا همچون چشمه های جوشان از خویش بیرون زنند، با ولی امر خویش میثاق خون بسته و در دفاع از سرحدات میهن عزیزمان پای بر جان عاریت نهند و حیثیت مرگ را به سخره بگیرند. بینندگان عزیز و ارجمند، شاهد رژه جوانان غیرتمند دانشگاه امام علی نیروی زمینی قهرمان هستیم. اینک راد مردانی از جنس ایمان و اقتدار مزین به نشان فداکاری و ایثار، همانانی که از نخستین افقهای سرخ انقلاب میان خاک جبهه و جهاد سر از آسمان درآوردند و 1384 کهکشان را سایبان این مرز و بوم کردند. درودتان باد که میراثداران طایفه عشق و غیرتی، دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام تا کربلای حماسه سیر کردند و با لبیک به فرمان مقتدای خود فرهنگ ناب شهادت مقتدرانه را در طلیعه روزگار معنایی جاودان بخشیدند. ما حافظان کشور خوب شهادتی، تمثیلی از حماسه و ایثار و وحدتی. بینندگان عزیز و ارجمند، شاهد رژه غیرتمندانه جوانان آموزشگاه نظامی درجداری حضرت جوادالائمه علیه السلام نیروی زمینی قهرمان هستیم. اولین نیرویی که در ناآرامی‌های غرب کشور در ماه‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب برای دفاع از مردم غیرتمند و مظلوم منطقه سینه خود را سپر کردند. با سلام و درود به بینندگان ارجمند در شبکه بین المللی خبر و شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، رژه جوانانی را می‌بینیم که میراثداران نسل غیرتمندی در آموزشگاه نظامی حضرت جوادالائمه هستند و اما تیپ قهرمان 65 نوحد، تیپ 65 نوحد یکی از یگانهای راهبردی نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران است که همواره جان در طبق اخلاص نهاده و با نظم، با انضباط و با غیرتمندی پا به رکاب انقلاب ایستاده است. بینندگان ارجمند، شاهد رژه دانشجویان دانشگاه افسری دانشگاه افسری حضرت خاتم الانبیاء پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که با سینه‌های ستبر، گام‌های پولادین استوار، لباس عزت و شرف به تن گرفتند. تخصص‌های پیچیده علمی و عملی مبتنی بر دانش و تجهیزات بومی، آمادگی انهدام هر نیروی متجاوز به آسمان و حریم ولایت را دارند. این سلحشوران و میراثداران حماسه انهدام بیش از 600 پرنده آهنین بال خصمدون در دوران دفاع مقدسند که پیروزمندان عملیات الفجر 8 نام گرفتند. ما وارث مرگ‌های با لبخندی یادآور موج‌ریزی
ای دوست چه عزتی از این بالاتر، فرزند آب‌های بیمانندیم. امروز دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری مهد پرورش مالکانش در برومندی است که ذخیره‌های امیدند و ادامه دهندگان راه شهیدان والا مقامی همچون بابایی‌ها، یاسینی‌ها، ستاری‌ها و دوران‌ها. در دفتر تاریخ این سرزمین نام مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی با انقلاب شکوهمند اسلامی گره خورده است. دفتری که در آن هنرآموزانش به خط خون نوشتند سالهای قیام خون، سالهای اشک بر هامون، سالهای شهادت او، صبر تو، آزادی من، سالهای سرفرازی میهن، روزهای مرگ شب به دست آفتاب، روزهای خوب پادگان انقلاب. بینندگان ارجمند، شاهد رژه هنرآموزان فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرایی نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. و اما این رژه اقتدار دانشجویان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، مرکزی که جوانانش عقل و عزم و شجاعت را در هم آمیختند تا قدرت ملی ظهور یابد، تا جماران و دماوند و فاتح از آن برخیزند، تا تحریم ها به سخره گرفته شود و عزت ایرانی در آستان نامداران جهان بدرخشد. بینندگان ارجمند، همزمان تصاویر رژه بندر عباس را ملاحظه می‌فرمایید که بخشی از مجموعه نیروهای مسلح در ساحل خلیج همیشه فارس رژه می‌روند. شاهد امور غیرتمندانه نسلی هستیم که پیشکسوتان آنها با اسکورت 8000 شناور صادرات و واردات را در طول 8 سال دفاع مقدس در صفحه دریا خط خاطره کشیدند. هنرآموزان آموزش تکاوران دریایی منجیل، مردان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با خلق حماسه ناوگروه 86 به جهان اعلام کردند هیچ جای دنیا دور از دسترس ما نیست. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. دنیا بداند ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم. دنیا اگر از یزید لبریز شود ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. خانم‌ها و آقایان، بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، همینک دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقتدار، با شرافت، به زیبایی، با بیرق لبیک یا رسول الله، با در دست داشتن درفش مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مقابل دیدگان پاک شما، از مقابل ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، در مقابل حرم و بارگاه ملکوتی امام راحلمان رژه می‌روند. به یاد همت و باکری، به یاد صیاد و شیرودی و فگوری و فلاحی، به یاد آرمان علیوردی، به یاد ابراهیم هادی. الله الله ذکر مقدس ماست. ما با الله جهان را از لوث وجود خائنین پاک خواهیم کرد. هموطنان گرامی، همینک رژه دلاورمردان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می‌فرمایید. قهرمان پهلوانان نیروی زمینی سپاه، مردان با شرافت امنیت پایدار، به یاد احمد کاظمی و نورعلی شوشتری، به یاد حسن شاطری، حمید طباطبایی مهر،
مردان مرد امنیت پایدار گام بر زمین میکوبند و عاشقان میخوارند. سربازی عاشق حیدرم، پایبند فرمان رهبرم، فریادم الله اکبرم، الله اکبر. جان من هدیه به رهبرم، پاینده رهبر. به فرماندار نیروی زمینی سپاه یا الله شیرین‌نوار امنیت پایدار یا زهرا علیرا از مقابل جایگاه با اقتدار قبول الله اکبر، پاینده رهبر. بر خاکریز اهرمن تیر تراش خاکریز اهرمن تیر تراشی، بنیان بیت العنکبوت از هم بپاشید، از هم بپاشید، از هم بپاشید. تو انتفاع ما تو انتفاع، ما تو انتفاع، ما تو انتفاع با هم می‌شماریم، وانگه گلوی آسمان را می‌فشاریم، وانگه گلوی آسمان را می‌فشاریم. نابود گردد دولت شوم ستمکار، آزاد گردد قدس از چنگال کفار. بانگ اذان آید به گوش جان سراسر، بالا رود آوازه الله اکبر. هموطنان گرامی، دلارمردان نیروی زمینی سپاه پشت سر فرمانده قهرمانشان حاج محمد پاکپور در شمال غرب و جنوب شرق، در غرب و شمال، در جنوب ایستاده‌اند تا گزندی به میهن عزیزمان وارد نشود. سینه ما عشق مولامان حسین است، فرجام ما مصداق در حسنین است. ما مرد میدان‌های ایثار و جهادیم، با امر آقا جان خود بر کف نهادیم. ما شانه‌های رخنه را مردانه بستیم، رأس مثلث را در آن دریا شکستیم، رأس مثلث را در آن دریا شکستیم. یا الله الگوی ما، رهبر ما، یا زهرا علی. مردان نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌فرمایید. همینک سربازان قهرمان نیروی زمینی از آموزشگاه رزم مقدماتی حضرت ولی عصر آباده با اقتدار و با شرافت از مقابل شما عبور می‌کنند. چشمان جهان منتظر صبح ظهور است. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه. هموطنان گرامی، همینک رژه دلاور مردان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام را مشاهده می‌فرمایید. اینان سبز پوشان حریم ایران عزیزند. رژه دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می‌فرمایید. بینندگان عزیز، اینان فرزندان شمال که برای عزت و افتخار سرزمین ما ایستادند.
همینک رژه مردان مرد، دلاور مردان هوافضای سپاه را مشاهده می‌فرمایید. به یاد حاج قاسم سلیمانی عزیز، به یاد ابو مهدی المهندس، به یاد شهدای گرانقدر جبهه‌های مقاومت، به یاد مردان مرد افغانستانی و پاکستانی و ایرانی، به یاد شیر مردان عراقی و سوری، دلاور مردان هوافضای سپاه پشت سر فرمانده قهرمانشان سردار امیرعلی حاجی زاده کابوسی دائمی هستند برای آمریکای جنایتکار. همینک رژه قهرمان پهلوانان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از دانشگاه حضرت امام خامنه ای مشاهده می‌فرمایید. اینان حافظان خلیج تا ابد فارسند، اینان حافظان دریای عمانند، به همراه برادران عزیز ارتشیشان در نیروی دریایی با صلابت ارتش جمهوری اسلامی ایران. از مهد علم و فرهنگ و هنر، از شیراز سومین حرم اهل بیت، مرکز آموزش ناویان حضرت احمد بن موسی، نیروی دریایی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دلاور مردان نیروی دریایی سپاه پشت سر فرمانده قهرمانشان سردار تنگسیری خواب را از چشم بیگانگان در خلیج فارس رو بوده. بینندگان عزیز، در ادامه شاهد رژه دلاور مردان و قهرمانان جان برکف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این راد مردان امنیت کشور عزیزمان ایران سرافراز خواهیم بود.
ملت شریف و سربلند ایران اسلامی هرگز از خودگذشتگی، ایثار و جان برکف بودن فرزندانشان در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را فراموش نمی کنند. یادمان نمی رود که شما شب و روز ایستاده اید تا امنیت برای مردمان پاک سرزمینمان برقرار شود. درود بر شما. همینک درفش مقدس فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. درود بر شیر و مردان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. بینندگان عزیز، این چهره‌های پاک و نورانی را که مشاهده می‌فرمایید فرزندان شما در امنیت سرزمینمان هستند. درود بر گام‌های استوارتان، سلام بر چهره‌های نورانیتان. امروز در 31 روز از شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی در مقابل حرم و بارگاه ملکوتی معبار کبیر انقلاب اسلامی دلاور مردان انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده‌اند تا فریاد بزنند ما مرد نبردیم، چه برنا و چه پیر. در مکتب ما مرگ حقیر است حقیر، پیغام حسین است به رزمنده شیر. یا مردانه بجنگ یا که مردانه بمیر. هموطنان گرامی، همچنان رژه دلاور مردان قهرمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده می‌فرمایید. آفرین بر عزم و اراده تان، در رسای شما باید این گونه سرود. کس چون تو طریق عشق بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت. زین پیش کسی دلاورا چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. دلاور مردان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرافت، با اقتدار، به زیبایی از مقابل دیدگان شما رژه می‌روند. ندانی که ایران سرای من است، جهان سر به سر زیر پای من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر جان را به کس. همه یک دلانند یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس. دریغ است که ایران ویران شود، کلام پلنگان و شیران شود. چو ایران مباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. همینک رژه دلاور مردان راهور انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به زیبایی مشاهده می‌فرمایید. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بداندیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، به از آن که کشور به دشمن دهیم. چون این گفت موبد که مرده به نام، به از زنده دشمن بر او شاد کام. اگر کشت خواهد تو را روزگار، چه نیکوتر از مرگ در کارزار. هموطنان گرامی، همینک رژه دلاور مردان فرماندهی مرزبانی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران را با اقتدار و با شرافت، با عزت از مقابل جایگاه مشاهده می‌فرمایند. هرگز ایستادگی و مقاومت شما را فراموش نمی‌کنیم. درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما. همینک رژه دلاور مردان فرماندهی یگانهای ویژه انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده خواهید فرمود. درود بر گام‌های استوارتان، سلام بر نفس‌های گرمتان، سلام بر نگاه‌های پرمهرتان که شما ایستاده اید برای سرزمین عشق، سرزمین ایثار و از خودگذشتگی، برای ایران قهرمان. به یاد شهدای گرانقدر یگانهای ویژه انتظامی جمهوری اسلامی ایران. درود بر شما. شیرمردان یگانهای ویژه انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صلابت، با اقتدار، به زیبایی از مقابل جایگاه رژه می‌روند. درود بر عزم و اراده آهنینتان ای مردان مرد. کاش فراموش نکنیم دلاورمردی های شما را، لباس سبزی که به خونتان آغشته شده را. درود بر شما. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز و ارجمند، همینک درفش مقدس سازمان بسیج مستضعفین از مقابل دیدگان شما، از مقابل جایگاه، از مقابل حرم و بارگاه ملکوتی امام راحلمان عبور می‌کند. از سازمان بسیج عشایری، بسیج اقوام، قوم قهرمان و با شرافت عرب، از کربلای ایران، خوزستان، با شرافت، با عزت، به زیبایی از مقابل جایگاه و از مقابل دیدگان شما عبور می‌کنیم. سلام بر مردان مرد سوسنگرد. خوزستان دین خود را به ایران ادا کرد. این کلام مولا و مقتدای حسینی ما است. از سرزمین آفتاب، از سیستان و بلوچستان، از دیار کریمان، کرمان قهرمان، قوم سیستانی و بلوچستانی و کرمانی، به یاد حاج قاسم عزیز، به یاد شهید میر حسینی، آن عارف نستو، از مقابل دیدگان شما با عزت و اقتدار عبور می‌کنند. اینا گلبرگ‌های گل محمدی ایرانند و چه زیبا در کنار هم گلی زیبا ساختند. اقوام پاک و با شرافت میهنمان که همه مرزداران حریم عشق، مرزداران ایران عزیزند.
به یاد پیش مردان کرد و مسلمان، از دیار پهلوانان و قهرمانان کرمانشاه، از سرزمین مردان با غیرت و زنان با شرافت ایلام، از سرزمین ایستادگی و مقاومت کردستان همیشه پیروز، قوم قهرمان کرد از مقابل شما با اقتدار عبور می‌کند. مردان سازمان بسیج مستضعفین پشت سر فرمانده قهرمانشان سردار سلیمانی عزیز برای ایران می‌سرایند و برای ایران جهاد می‌کنند. هموطنان گرامی، قوم قهرمان لر از استانهای قهرمان کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، از استان با شرافت لرستان از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. به یاد علی مردان خان و به یاد قهرمانان اشترانکو، به یاد تبلور غیرت آذربایجان آقا مهدی باکری، به یاد مردان مرد، شیر مردان آذربایجان شرقی، دلاور مردان اردبیل و قهرمانان ایل قشقایی از استان فارس از مقابل جایگاه عبور می‌کنند. این آذربایجان از استان گلستان، ترکمن صحرا، سرزمین مخدوم قلی، شیر مردان جنگجوی پرتوان قوم ترکمن از مقابل جایگاه با عزت، با افتخار، با صلابت و به زیبایی عبور می‌کنند. همه اشاعر ذخیره انقلابند، همه اشاعر مرزداران، سنتداران، حافظان امنیت و حیثیت ملی ایران عزیزند. این کلام امام مولا و مقتدای ما امام سید علی حسینی خامنه‌ای است. تا لحظاتی دیگر شاهد عبور رژه یگانهای محمول نیروی زمینی قهرمان
از مقابل کلام الله و جایگاه خواهیم بود. بینندگان عزیز و ارجمند، به صورت همزمان شاهد پخش رژه یگانهای دریایی در بندر عباس، یگانهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس هستیم. مجموعه عشق و عزت و شورآفرینی یک نام دارد، نام نیروی زمینی. غیرت اگر رنگ و نشانی دارد از ماست، جنگ مقدس گر زبانی دارد از ماست. یک پارچه مردانگی پولاد عزمیم، ما بی هماوردان جولانگاه رزمیم. با یاد یار از خانه دل ترس راندیم، در مکتب عشق خمینی درس خواندیم. ما مرد جنگ و همراه سازندگی ها، در خون این نیرو بود جنگندگی ها. اینجا دژ پولاد مردانی خداجوست، دشمن شکارانی مسلمان و وطن دوست. نیروی پرشور زمینی با وقار است، با قامتی افراشته از افتخار است. هر جا سخن از وصف یاران خمینی است، وصف رشادت‌های نیروی زمینی است. بینندگان عزیز، آنچه که در قاب گیرنده های خود مشاهده خواهید فرمود، تنها قطره‌ای از دریای بیکران تجهیزات پیشرفته نیروی زمینی محوری است که از مقابل دیدگان شما خواهد گذاشت. پهپاد رزمی و پشتیبانی رزمی برد بلند کمان 22. پهپاد ابابیل 5 جهت عملیات شناسایی و تهاجمی که قابلیت عملیات در هر گونه زمین ذو عارضه و شرایط جوی را دارا می باشد. پهپاد مهاجر M6 پرنده چند منظوره جهت شناسایی، مراقبت و تهاجمی جنگالپایه، قابلیت شنود الکترونیک در اقصا نقاط کشور، مجهز به بمب قائم و موشک الماس. بسیاری از نقاط ارتش ویترین ارزش‌های اسلامی است. از فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی. پهپاد کرار پهپاد انتحاری آرش، پهپاد بدون محدودیت برد که برای اثبات اهداف ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پهپاد دوربردترین پهپاد انتحاری دنیاست که در انحصار کشور عزیز اسلامیمان هست. پهپاد انتحاری امین، پهپاد باور 5. امروز به فضل الهی ارتش و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه برجسته‌ای دارند از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری. پهپاد آرش، پهپاد چند منظوره ابابیل 4 جهت
جهت عملیات شناسایی و تهاجمی که قابلیت عملیات در هر گونه شرایط را دارد. پهپاد مهاجر 4 پرنده شناسایی و مراقبت در تمامی شرایط جوی. پهپاد شناسایی و آموزشی مهاجر 2. جنگ 8 ساله این ملت را آب دیده، شجاع و متکی به نفس کرده است. از بیانات گوهربار فرماندهی معظم کل قوا همکنون شاهد عبور پهپاد شناسایی و آموزشی مهاجر 2 هستیم. پهپاد یسیر، ما شاهد هستیم که نیروی دریایی یک نمایش ایمان و قدرت توامان را در طول این چند سال داده است. از فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا همکنون شاهد عبور رژه پهپادهای نیروی هوایی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل کلام الله جایگاه و شما حضار محترم هستید. گرامی می‌داریم سال مهار تورم و رشد تولید را. ما آمده ایم تا بگوییم به فرمانده پیر جماران اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. مرگ بر اسرائیل، الموت للاسرائیل. کیان 800 پلاس، کشنده فوق سنگین تاکتیکی با قابلیت فرمانپذیری در 2 محور، حامل توپ 203 میلیمتری خودکشیشی اوورهال شده. کشنده فوق سنگین کیان 700، قابلیت حمل 2 دستگاه تانک به صورت همزمان. طراحی و تولید در مرکز تولید بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرقرن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. کشنده ملی فوق سنگین کیان، خودروی ملی طراحی شده فوق سنگین با قابلیت حمل 100 تن بار زرهی. طراحی و تولید در مرکز تولید بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرقرن نیروی زمینی ارتش قهرمان. کشنده ملی سنگین کیان، خودروی کشنده ملی و سنگین با قابلیت حمل 60 تن بار زرهی. ارتش جمهوری اسلامی ایران یک ارتش مردمی و خدایی است. از فرمایشات درربار فرماندهی معظم کل قوا، تانک تیام، تانک اصلی میدان نبرد، دارای سیستم استابلایزر و گلوله‌گذار اتومات. نفربر BTR مجهز به توپ 23 میلیمتری استابلایزر از سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان. نفربر بازسازی و ارتقاش بافته M113A2 ساخت سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی. ارتش امروز یک ترقی و تعالی فوق‌العاده‌ای برخوردار است از فرمایشات مقام معظم رهبری. تانک شناسایی رزمی صیاد مجهز به موشک تاب، آمبولانس زرهی طراحی و ساخته شده توسط اداره بهداشت، امداد و درمان در صنایع نیروی زمینی قهرمان.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت نیروی زمینی قهرمان و کادر درمانی که با خدمت رسانی به بیش از 5000 بیمار کرونایی سامانه موشک نقطه زن فتح 360 سامانه نقطه زن فجر 5 این سامانه ارتقا یافته سامانه GR110 نقطه زن برد بلند می باشد. سلاح اخگر 6 دور محلول، تیربار کالیبر 12.7 میلیمتری، ساخت در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش، خودروی ضد گلوله رویینتن، دستاوردی دیگر از سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان، سامانه پدافند هوایی شهید مجید، سامانه مجید شکارچی جدید ریزپرنده ها و کروزهای متجاوز دشمن با قابلیت نصب بر روی پلتفرم های مختلف، سامانه ارتباطی تاکتیکی با قابلیت ایجاد و برقراری لایه‌های ارتباطی امن در صحنه عملیات در کمترین زمان ممکن. خودروهای ارتباطی راهکنشی سیار در منطقه عملیات مورد استفاده در مأموریت مراقبت‌های مرزی یگانهای نیروی زمینی که همکنون مستقر در منطقه شرق و غرب کشور هستند. سامانه محمول تجهیزات ارتباط نوین از گروه 401 فناوری ارتباطات اطلاعات نساجا، خودروی فرماندهی و کنترل مجهز به کلیه لایه‌های ارتباطی دیجیتال پایه و بومی مقاوم در برابر عملیات جنگ الکترونیک دشمن، سامانه اتاق عمل سیار از اداره بهداشت، امداد و درمان نساجا، نیروی زمینی با خدمت رسانی به بیش از 5000 بیمار کرونایی در 28 بیمارستان نساجا برگ زرین دیگری بودند بر دفتر افتخارات این نیرو در روزهای سخت شیوع ویروس کرونا در کشور. سامانه آزمایشگاه سیار جنگ نوین شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای از اداره بهداشت، امداد و درمان نساجا، درود بر شبنا شکیبان دشمن شکن و عندلیبان روشن ضمیر عرصه دفاع از دین و آیین و میهن و وطن در نیروی پدافند هوایی اقتدار آفرین. بینندگان عزیز و ارجمند سیمای جمهوری اسلامی ایران، تا آنات و لحظات دیگر نظاره‌گر عبور یگان محمول و تجهیزات بومی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه هستید. سلف این غیور مردان از نسل مردان بی ادعای 8 فصل جهاد عاشقی در دوران دفاع مقدس است. مردان و نامآورانی از تبار حماسه آشوراوی سایت رادار سوباشی، سامانه راداری شهید جلیلوند، سامانه راداری کاشف 99، سامانه مجهز راداری سه‌بعدی تاکتیکی و پیشرفته چابک و متحرک با قابلیت کشف ریزپرنده‌ها، پهپادها و اهداف پرسه‌زن، سامانه موشکی ارتفاع کم شهید مجید، سامانه موشکی زوین بومی متحرک با داشتن نرخ آتش بالا در کمترین زمان، رادار کاوش، چشم بینای پدافند همیشه بیدار،
رادار مراقبتی 100% بومی که به منظور پایش و کشف کلیه اهداف پرنده علل خصوص موشک‌های کروز و انواع پهپادها طراحی و ساخته شده است. سامانه ارتباط تاکتیکی مرصاد، رادار 15 خرداد، چابک، کاملا متحرک با قابلیت استقرار و بهره برداری عملیاتی در حداقل زمان ممکن، با قابلیت رهگیری و هدایت همزمان 6 موشک علیه 6 هدف متخاصم. رادار تلاش، سامانه تلاش حاصل مجاهدت تلاشگران عزیز کشورمان، شکارچی اهداف برد بلند، پرنده های استراتژیک دشمن، خصوصا اهداف رادارگری. به نظاره بنشینید، نغمه اقتدار ساز کنید. سامانه راداری کاوش تاکتیکی، چشم بینای پدافند همیشه بیدار، رادار مراقبتی 100% بومی که به منظور پایش و کشف کلیه اهداف پرنده علل خصوص موشک‌های کروز و انواع پهپادها طراحی و ساخته شدند. موشک‌های صیاد 3 و 4، موشک‌های خانواده صیاد، سامانه راهبردی موشکی S-300، دوربردترین سامانه دفاعی کشور، سامانه‌ای کارآمد و بهینه شده با اهداف جمعی و گروهی. موشک S-200، نماد اقتدار، رادار کنترل ترافیک و اخطار هوایی آرای فازی ناصر 40، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنگرید شکوه و صلابت تسلیحات نظامی را و نغمه اقتدار ساز کنید. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در پیوستن به انقلاب، تأسیس جهاد خودکفایی، اولین پاسخ به تهاجم دشمن و پشتیبانی از جبهه مقاومت پیش قراول و از سابقونند. موشک کروز هواپایه میانبرد قادر با سر جستجوگر و راداری، موشک هوا به هوای راداری میانبرد فکور 90، یکی از موشک‌های راداری هوا به هوا و دوربرد مورد استفاده در هواپیماهای شکاری نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران. موشک هوا به سطح ستار و قائم، موشک کروز هواپایه میانبرد با قابلیت پرتاب از انواع هواپیماهای نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بمب هوشمند قاصد، بمب هوشمند هدایت شونده الکتروپتیکی هوا به زمین، پادجنگ الکترونیک هواپایه با طیف فرکانسی گسترده، سحاب و شاهین، پادجنگ الکترونیک هواپایه در طیف گسترده فرکانسی. نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از غروب غرب نقشه تا طلوع شرق، این چشمهای تیزبین، این دستهای پرتوان، این شانه‌های سترگ محافظان مرزهای آبی این دیارند. از موج تا اوج نام ایمان ارتش ما را نوشتند که ساحل سینه هاشان امواج غیرت و پایداری را فرا می‌خواند. و یاد کنید از ناوگروه سراسر درخشش، ناوگروه 86، سامانه پرتاب موشک برد بلند ولایت 3، اژدر مارک 46، اژدر ضد زیردریایی جهت انهدام زیردریایی های دشمن با قابلیت پرتاب از یگانهای شناور سطحی و بالگردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
اژدر بلفجر فوق پیشرفته و تمام اتوماتیک با قابلیت پرتاب از دریایی های کلاس قدیر، اژدر اکسیژنی، اژدر ضد سطحی جهت انهدام یگانهای شناور سطحی دشمن با قابلیت پرتاب از زیر دریایی های کلاس طارق، مین کوسه مخربترین مین دریایی جهت انهدام هدفهای شناور سطحی و زیر سطحی سنگین دشمن، حماسی‌ترین موج دریا ورود به دریا دلان میفرستد درود. سلام بر مردان مرد و دلاور نبرد ارتش ظفرمند اسلام، ارتش جمهوری اسلامی ایران. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز و ارجمند، پس از مشاهده رژه یگانهای محمول ارتش با صلابت جمهوری اسلامی ایران مشاهده خواهید فرمود رژه یگانهای محمول نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مردان مرد امنیت پایدار ایران اسلامی، از شمال غرب تا جنوب شرق، از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال، قرارگاه‌های حمزه سید الشهدا، قدس، کربلا، سید الشهدا، قرارگاه‌هایی که برای حفظ امنیت ایران اسلامی عاشقانه ایستادند. بینندگان عزیز و ارجمند، همینک رژه یگانهای محمول نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌فرمایید. ای پیر، ما فرزند خاک کربلاییم، ما کشتی نوحیم و بر موج بلاییم، از رود خون، از چرخه، از کارون گذشتیم، از سرزمین عشق، از مجنون گذشتیم. فریاد ما بانگ علی در نیمه شب‌هاست، از خشم ما آرامتر طوفان دریاست. دریا و خاک و آسمان در پنجه ماست، از غرش ما هم با در جهان همواره غوغاست. اگر جنگی در اینجا اتفاق بیفتد، کسی که سرشکسته از این جنگ خارج خواهد شد بیگمان آمریکای متجاوز و جنایتکار است. این کلام مولا و امام ماست. همینک پرنده های بدون سرنشین ساخت نیروی زمینی سپاه شامل پهپادهای معراج 532، معراج 313، معراج 522 و 21 از مقابل جایگاه عبور میکنه. اینان نشان اقتدار نیروی زمینی سپاه هستند که همه جا ایستاده است برای اعتلاع نام مقدس ایران اسلامی، برای حفاظت و حراست از مرزهای کشور پاکمان، ایران غیرتمند و ایران بزرگ. یگان نمونه زرهی نیروی زمینی سپاه همینک از مقابل دیدگان شما عبور می کند. ملت شریف ایران، امروز جنگ دنیا جنگ رسانه هاست. بیاییم در جنگ رسانه ها مغلوب دشمنان نشویم. همینک تانک ارتقا یافته قلاویزان از مقابل شما به زیبایی عبور می کند، مجهز به سیستم کنترل آتش بومی. عزیزان عنایت بفرمایید، مجهز به تیربار ضد هوایی، اتوماسیون، قابل درگیری با اهداف با دید ترمال. تانک رخش رو به همراه زره واکنشی مشاهده می‌فرمایید. اگر غلطی از مسئولان رژیم صهیونیستی سر بزند، جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. همینک تانک رخش را مشاهده می‌فرمایید که از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. شهادت بالاترین پاداش مجاهدان فی سبیل الله است و رزمندگان قهرمان نیروی زمینی بیشک مجاهدان فی سبیل الله هستند. هموطنان گرامی، همینک تانک ذوالفقار از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. عزت امروز اسلام و مسلمین ثمره خون شهداست. امام خامنه‌ای.
تانک مهندسی شبدیز رو مشاهده می‌فرمایید. پشتیبانی تعمیراتی از یگانهای زرهی در منطقه عملیاتی از کارکردهای تانک شبدیز است. نفربر PMP-2 مجهز به موشک‌انداز رو مشاهده می‌فرمایید. همینک نفربر رزمی ذوالجناح با اجرای حجم آتش عالی بر علیه مواضع دشمن از مقابل شما عبور می‌کنند. یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده بماند. نفربر براق را مشاهده می‌فرمایید با خمپاره‌انداز 120 میلیمتری. نفربر ارتقا یافته تیران را مشاهده می‌فرمایید مجهز به سیستم کنترل آتش بومی، قابلیت شلیک موشک دهلابی 8 کیلومتر. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان رژه یگانهای محمول نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌فرمایید. یگان نمونه توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌فرمایید که از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. هیچ ملتی بدون مجاهدت به عزت و تعالی پیدا نخواهد کرد. سامانه موشک‌انداز 360 را مشاهده می‌فرمایید. بعد 180 کیلومتر، قابلیت شلیک 6 فروند، موشک به فاصله زمانی 12 ثانیه، دقت اصابت موشک به صورت نقطه زن. راکت انداز فجر 5 را مشاهده می‌فرمایید. برد 70 کیلومتر، قابلیت اجرای آتش‌های ایذایی و ممانعتی و تخریب مراکز تجمعی دشمن به اهداف زرهی. همینک راکت انداز فجر 3 را مشاهده می‌فرمایید با برد 18 الی 45 کیلومتر. بینندگان عزیز، راکت انداز 40 لول حدید را مشاهده می‌فرمایید که از مقابل دیدگان شما و از مقابل جایگاه عبور می‌کند. شهدا امامزادگان عشقند که مزارشان زیارتگاه اهل یقین است. همچنان عبور می‌کند راکت انداز 40 لول حدید از مقابل جایگاه. توپ 155 میلیمتری کششی با برد 17 کیلومتر با دقت بالا و اجرای آتش بر علیه نفرات دشمن با ماسورهای زمانی از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. ملت ایران، اینان سرافرازان نیروی زمینی سپاه با شرافت جمهوری حسینی ماست. توپ 130 میلیمتری کششی را با برد 27 کیلومتر مشاهده می‌فرمایید. همینک رژه یگانهای محمول یگانهای ویژه نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌فرمایید. خودروی تاکتیکی طوفان از مقابل شما عبور می‌کند. توپ 105 میلیمتری کششی از یگانهای ویژه نیروی زمینی سپاه از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. بینندگان عزیز و ارجمند، راکت انداز فلق را مشاهده می‌فرمایید. همینک تیربار 20 میلیمتری ولکان از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. تیربار گاتلینگ را مشاهده می‌فرمایید که دلاور مردان یگانهای ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر علیه دشمنان شما از آن استفاده می‌کنند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر روی تو روی نیاز. ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک کش،
خود که دشمن افکنی ناپاک کش، رخشی و رستم در او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران غیورت صف به صف، سرفرازان سپاهت ارتشت انتظامت، جان به کف خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرمشهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، لاله من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. بینندگان عزیز و ارجمند، شهید حسن تهرانی مقدم آمد. اینان دنبال روان شهید عزیز حاج حسن تهرانی مقدم هستند. یگانهای محمول هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می‌فرمایید. آنان که می‌خواهند اسرائیل را نابود کنند و انشاءالله اسرائیل را به زودی نابود خواهند کرد. دلاور مردان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقتدر ایستادند تا هیچ کس چپ به ایران نگاه نکند. رژه یگانهای نمونه پهپادی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می‌فرمایید. بسم الله القاسم الجبارین و ان جندنا لهم لغالبون. همکنون شاهد رژه یگانهای محمول پهپادهای راهبردی هوافضای سپاه هستیم. مجموعه پهپاد شاهد 136 در پرتابگر خشابی قومی با بیش از 2500 کیلومتر برد که برای اولین بار در این رژه در مقابل دیدگان شما قرار می‌گیرد. رژه پدافند هوایی هوافضای سپاه را مشاهده می‌فرمایید. سامانه پدافند هوایی 9D که برای اولین بار در مقابل دیدگان شما قرار می‌گیرد. سامانه پدافند هوایی 3 خرداد را مشاهده می‌فرمایید. همچنین سامانه پدافند هوایی 3 خرداد با دقت بالا را مشاهده می‌فرمایید. سکوی پرتاب سامانه پدافند هوایی 3 خرداد که برای اولین بار در مقابل دیدگان شما قرار می‌گیرد. سامانه پدافند هوایی طبس را مشاهده می‌فرمایید. حد اکثر برد 90 کیلومتر، حد اکثر ارتفاع 27 کیلومتر. سامانه پدافند هوایی ضد کروز دسفول از مقابل دیدگان شما عبور می‌کند. همینک رادار الکترو-اپتیک سامانه پدافند هوایی رعد را مشاهده می‌فرمایید. حد اکثر برد 24 کیلومتر، حد اکثر ارتفاع 14 کیلومتر. قابلیت درگیری با اهداف ارتفاع برد کم و متوسط. همینک رژه فرماندهی موشک زمین به زمین نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می‌فرمایید. سامانه موشکی فتاح، نوع موشک بالستیک با سوخت جامد 2 مرحله‌ای، برد عملیاتی 1450 کیلومتر. نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار، پرقدرت هایپرسونیک، دارای قابلیت مانور در داخل و خارج از جو جهت گذر از سپر دفاعی موشکی. سامانه موشکی کروز هایپرسونیک فتاح را همچنان مشاهده می‌فرمایید. بینندگان عزیز، دلاور مردان هوافضای سپاه با بکارگیری انواع سامانه‌های موشکی زمین به زمین بالستیک و کروز، دوربرد، میانبرد و کوتاه برد با سوخت جامد و مایع مجهز به انواع هدایتگرهای هوشمند قادرند تا شعاع 2000 کیلومتری در زمین یا دریا اهداف تعیین شده را با دقت مورد اصابت قرار دهند. سامانه‌های موشکی با تلاش متخصصان و کارشناسان صنایع دفاع کشور، اعم از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد خودکفای نیروی هوافضا ساخته شدند. همینک عبور موشک کروز پاوه را مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بوستر سوخت جامد و موتور توربوجت، برد عملیاتی 1650 کیلومتر. سامانه موشکی خیبر شکن را
مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بالستیک با سوخت جامد با برد عملیاتی 1300 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار پرقدرت، همچنان سامانه موشکی خیبر شکن را مشاهده می‌فرمایید. دارای قابلیت هدایت سرجنگی تا انتهای مسیر، دقیق، زمان عملیاتی شدن بسیار کوتاه. بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، سامانه موشکی دزفول را مشاهده می‌فرمایید. رژه یگانهای سپاه پرتوان و ارتش قهرمان امسال در مقابل دیدگان شما و دیدگان کارداران نظامی 24 کشور خارجی و همه دنیا برگزار می‌شود. همه دنیا بدانند ایران قدرتمند است، ایران قوی است، میماند، میایستد، دوست است با هر که او را دوست بدارد و دشمن است با هر که با او دشمنی کند. همینک سامانه موشکی شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی را مشاهده می‌فرمایید. سامانه موشکی حاج قاسم سلیمانی، نوع موشک بالستیک با سوخت جامد، برد عملیاتی 1400 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار پرقدرت، دارای قابلیت هدایت سرجنگی تا انتهای مسیر، دقیق، تحرک پذیر، بالا. فلسطین پاره تن اسلام است و انشاءالله ما فلسطین را آزاد خواهیم کرد. عبور سامانه موشکی خرمشهر را مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 2000 کیلومتر. سامانه موشکی خرمشهر را همچنان مشاهده می‌فرمایید. دارای قابلیت هدایت سرجنگی تا انتهای مسیر، دقیق راه نظام جمهوری اسلامی بنبست ندارد. این کلام مولا و مقتدای حسینی ماست، امام عاشقان، الگوی عارفان، امام سید علی حسینی خامنه‌ای. بینندگان عزیز، سامانه موشکی عماد را مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 1750 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده، نیمه نفوذی و نفوذی دارای قابلیت هدایت سرجنگی تا انتهای مسیر، دقیق. قدرت جمهوری اسلامی به خاطر ایستادگی و بصیرت است. تمام دنیا بدانند. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، دنیا ببینید این سامانه موشکی عماد است که از مقابل دیدگان شما عبور می کند. اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد. این را مولایمان، امام خامنه‌ای فرمودند. همچنان سامانه موشکی قدر اش را مشاهده می‌فرمایید که از مقابل جایگاه عبور می‌کند. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 1600 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار، ضد تأسیسات، دارای قابلیت پرتاب از انواع سکوهای ثابت و متحرک. باید حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه تمام بشود. بینندگان عزیز، سامانه موشکی سجیل را مشاهده می‌فرمایید. نوع موشک بالستیک با سوخت جامد مرکب به صورت 2 مرحله‌ای، برد عملیاتی 2000 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار، دارای قابلیت شلیک در شرایط مختلف محیطی و آب و هوایی. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز و ارجمند، رژه دلاور مردان ارتش، شیرمردان سپاه و قهرمانان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را با شرافت، عزت و اقتدار مشاهده فرمودید و پایان کلام ما را به تب گلوله ها بسپارید، خاکسترمان را به خدا بسپارید. سخت است میان خاک و خون رقصیدن، این کار بزرگ را به ما بسپارید. یا حسین، یا حسین، یا حسین. میدان به جای خود آمادن.